درود به دکتر شما محیدین دکتر کبیر. محیدین کبیری. درود به شما جناب دکتر. باری آخر کی در تاجیکستان بودید؟ تقریبا 7 سال و 2 ماه پیش. خدا کند وطنتان از چنگ دیکتاتور آزاد شود و شما به سر بلند برگردید. آمین، خدا خواهد. صحبت را با شما از زمان کودکیتان شروع میکنیم. شما سال 1965 به دنیا آمده اید و آن زمان تاجیکستان جزئی اتحاد شوروی بود. از فضای آن زمان چه چیز را به یاد می آورید؟ از فضای خانه، محله و در عموم زندگی چگونه بود آن زمان؟ به نام خداوند بخشاینده مهربان، سرآغاز از شما سپاسگزارم برای دعوت به این ملاقات و اینچنین اگر کلمه و اصطلاحی را با زبان عربی پیدا نکردم و یا نادرست استفاده کردم پوزش میخواهم، چون سالهاست با زبان عربی گفتگو نکردم. نه، زبان عربیتان خیلی زیبا و روان است. ولی من در دهه قسمدره به دنیا آمدم و این دهه در قسمت شرقی پایتخت شهر دوشنبه جایگیر است. در مورد نام دهه روایت‌های گوناگون وجود دارد، اما از جهت معنا قسم این همون معنای قسم به زبان عربی است و اما دره به زبان فارسی تاجیکی وادی یا همان راه و مساحتی که بین دو دامن کوه جایگیر است میباشد. اما در مورد نام این دره چگونه که قبلا گفتم روایت‌های گوناگون آمده است، از جمله همان گونه‌ای که ما از پدران و بزرگسالانمان شنیده بودیم که می‌گفتند در زمانهای پیشتر قبیله‌های ترک نژاد در فصل تابستان با گله چهارپایانشان به این دره می‌آمدند و بین مردم بومی یعنی باباهای ما و این مردم کشمکش و نزاع‌های صورت می‌گرفته است. آنها از کجا می آمدند؟ از منطقه‌های دوردست می‌آمدند، چون قبیله‌های ترک نژاد مردم کوچمنچی بودند و همیشه مکان بود و باششان را تغییر داده می‌ایستادند. یعنی شما ترک نژاد نیستید؟ نه، ما تاجیکان از قوم‌های قدیمی ایرانی یعنی ایرانیان اصیل هستیم که آن زمان این منطقه به نام ایران شرقی و یا خراسان معروف بود. خلاصه نقل می شود که پدران ما در نهایت با هم عهد می کنند که دیگر نمیگذارند هیچ قوم بیگانه به این دره بیاید و برای ماندن به پای عهد خود قسم یاد می کنند. مثل عهد نامه می شود. بله، به همین معنا که از این منطقه باید حمایت کرده شود و نام دهه نیز وابسته به این مناسبت به نام قسم دره یاد می شود. و دهه ما در زمان شوروی یک دهه عادی بود، با وجود آن که اتحاد شوروی از نگاه صنعتی دولت پیشرفته محسوب میشد. يعني أذكر أول مرة عندما جاءت تقريبا رغم أن الاتحاد السوفيتي كانت دولة متقدمة، اما با دهه ما برق سالهای 60 رسید. الكهرباء جاءت إلينا في الستينات وأذكر أول به یادم هست زمان بار اول به مکتب رفتم، کتاب‌های درسی ما همه کهنه و بیرنگ بودند و اولین کتاب رنگه کتاب الفبای روسی بود. كتاب ملون باللغة الروسي كانت. تا حال به یادم هست که ما آن زمان در دهه این کتاب را در دست گرفته میگشتیم و میخواستیم به مردم نشان بدهیم که ما اکنون کتاب رنگه داریم. في القرية بهذا الكتاب نريد نوري لكل الناس الذي عندنا كتاب مصور يعني شگفت‌آور بود. عجوبة رغم أن الاتحاد السوفيتي في الستينات كان من أقوى. بله، خیلی شگفت‌آور بود، در حالی که سالهای 60 اتحاد شوروی قوی‌ترین دولت دنیا به شمار می‌رفت، چون آن زمان کیهان را شکافته به ماه برآمده بود. اما با وجود این پیشرفت‌ها بعضی دهه‌های وجود داشت که مردمشان قریب در زمانهای قدیم زندگی می‌کردند، یعنی فرق بین یک شهر از دهه خیلی زیاد بود. قوية وهكذا يعني كنا في قرية. همین طور ما در دهه به وای رسیدیم که مردمش دیندار و محافظه‌کار بودند. و یادم هست که قبل از این که به مکتب دولتی بروم، پدرم خدا رحمتشان کند ما را در خانه پنهانی از قرآن و حروف عربی و فارسی تعلیم می‌دادند. والحروف فارسی او العربی و سریعا طبعا لكي لا يعرف احد. در آن زمان تعلیمات اسلامی از نگاه قانون ممنوع بود. بله، ممنوع بود.
طبق ایدئولوژی کمونیستی به شکل عموم تمام ادیان از جمله اسلام افیون مردم و ممنوع اعلان شده بود و میبایست با آن مبارزه برده شود. دین افیون مردم است. این شعار کمونیستان بود. بله همین طور بود، ولی با وجود این نه تنها در دهه ما بلکه به طور عموم مردم تاجیک پایبند به دین و تقلید از گذشتگان بودند. آن زمان مردم در سایه کمونیستی هم باشد فضای خانه و جامعه دینی و اسلامی بود. جو في البيوت في المجتمع كان جو تقليد الإسلامي. طبعا أسرتنا كانت أسرة متدينة. خانواده‌ی ما دیندار و قریب بر روش و افکار صوفی قریب بودند. جدي وأبي كان يعني قريب من بعض یعنی بابا و پدرم از حلقه‌های تصوف بیرون شده بودند و ما نیز در همین فضای دیندار و تصوف تربیت یافتیم. تحصیلات ابتدایی شما در دهه‌تان بود؟ بله، تحصیلات ابتدایی هم در دیهه بود و بعد از ختم صنف 8 به کالج اقتصادی داخل شدم دخلت معهد الاقتصاد که در یک شهرک خردی بین دیهه ما و پایتخت جایگیر بود. یعنی این به مانند مکتب میانه کسبی است؟ بله تقریبا همین است. یعنی شخصی که آنجا داخل شود تخصصی را می آموزد و من در آن کالج اقتصادی پس از شامل شدن 3 سال تحصیل کرده رشته اقتصادی کشاورزی را به پایان رسانده دیپلم آن را گرفتم و پس از ختم آن مدت 1 سال که تقریبا 18 سال داشتم در قسم کشاورزی حکومتی کار کردم که آن زمان به نام کالخوز معروف بود و بعد از آن به خدمت ارتش رفتم و در گرجستان، اوکراین و روسیه ادای خدمت کردم. خدمت في الجيش في جورجيا في أوكرانيا في روسيا و اما هناك اینجا میخوام یک چیز رو بگویم که هر جوانی در زمان اتحاد شوروی خواه آن تاجیک باشد، خواه ازبک و خواه روس باید 3 مرحله و یا حداقل 2 مرحله رو طی میکرد. مرحله في مدرسه ابتدائيه كل الاطفال تمام کودکان در آن زمان با یک نظام و یا سازمانی وجود داشت به نام پیونیر که باید شامل میشدند. ولا بد ان يكون عضو في هذا المؤسسه او منظمه للاطفال و سر سینه هر کودک نشانه لنین رو میگذاشتند. یعنی آن زمان تلاش میکردند کودکان را از خردی همچون کمونیست تربیت کنند؟ بله چنین بود. و بعد از این مرحله اگر عمر کودک به 14 میرسید به سازمان دیگری بود به نام سازمان کمونیستی جوانان کامسومول بود شامل میشدند. و الاول مره من اولین بار با خودم فکر کردم که به سازمان کمونیستی جوانان شامل شوم یا نه. من را نه پدرم نه مادرم و نه برادرم نگفتند که به آن بپیوندم. در اصل امکان نداشت که کسی از پیوستن به این سازمان سرپیچی کند. این اندیشه به سرم زد که آیا وارد آن شوم یا نه. ولكن اول جاءت في بالي فكره هل انا ادخل. شما حق اختیاری نپیوستن داشتید؟ آن زمان جوانان و کودکان برای گرفتن عکس لازمی به شهر می رفتند تا برایشان کارت عضویت به این مؤسسه را صادر کنند. در همان روزی که می بایست من به شهر برای عکس گرفتن روم اما به دیگر جا رفتم. از رفتن برای عکس گیری سرپیچی کردم. فرار کردی؟ وفي نفس اليوم الذي كان موعد للسفر إلى المدينة أنا بله تقریبا همین گونه شد چون در دلم یک دخورگی وجود داشت. فررت نعم يعني بشكل ما ولأن كان في الداخل في القلب يعني هذا الازدواجية و یک چیز رو میخوام اینجا بگم که من از کردی کتاب میخوندم. البته در زمان شوروی کتاب‌های دینی زیاد وجود نداشت. خيار كثير في الكتب خاصة لا نقول أن كتبنا كتب بالاترین کتاب دینی که آن زمان در بین قشر دیندار دسترد میشد کتابی به نام 4 کتاب بود که در آن بیشتر روایت ها و قصه های ذکر شده است که حالا درک کردیم که اکثر آنها ناصحیح و خرافات بیش نبودند. آن کتاب به زبان فارسی بود؟ بله کتاب به زبان فارسی بود و آن در خانه ها پنهانی تدریس میشد. چرا؟ مؤلف آن کی بود؟ هناك 4 كتب آن از 4 کتاب عبارت است که 2 تای آن به نثر نوشته شده و 2 تای دیگر با نظم. میگویند یکی از آنها مال عطار نیشاپوری است. کتاب در عموم خوب است. در
قسمی از آن حکمت‌ها آورده شده است و قسمی دیگر از آن مسائل فقه حنفی عبارت میباشد، ولی در آن اینچنین قصه ها و خرافات نیز ذکر شده است. یعنی یک چیزی به هم آمیخته. بله، لکن نمیگویم من از این کتاب متاثر شدم. يعني تأثرت بهذا الكتاب لا. ربما هناك كان شاید کتاب‌های دیگری هم به مانند کتاب‌های غربی، اروپایی و آمریکایی وجود داشت و حتی دو کتاب عربی که از نویسندگان و ادیبان مصر بودند و به تاجیکی و یا به روسی ترجمه شده بودند. این کتاب‌ها پنهانی به کشور شما وارد می‌شدند؟ نه، در اتحاد شوروی مسکو برای ترجمه بعضی کتاب‌ها اجازت میداد، چون حکومت کمونیستی فکر می‌کرد ادیبانی به مانند جان رید و ژیول ورن نویسنده فرانسوی افکارشان افکار چپگرایان بود. افکارهم افکار یساری. اگر چنین باشند مانعی نبود. بله، برای این گونه افکار مانعی نبود. مثلا بعضی فیلم‌های غربی نیز به همین اندیشه ترجمه می‌شدند و اتحاد شوروی فکر می‌کرد که افکار آنها ضد بورژوازی و امپریالیستی است. اما شخص می‌تواند چیزی بگیرد. شاید من نسبت به کتاب‌های فکری اسلامی که آن زمان وجود داشت از این گونه کتاب‌ها متأثر شده باشم. لیکن برای شما در آن زمان کتاب‌های فکری اسلامی معاصر دسترس نبود؟ نه، این کتاب‌ها بعدتر دسترس شدند. در دهه 70 و حتی در آغاز دهه 80 هم این گونه کتاب‌ها وجود نداشت. بله، انیق‌تر در زمان گورباچوف وارد شدند. زمانی که صداهای آزادی خواهی آغاز شده بود. قبل از پاشخوری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. این با آن معناست که اندیشه نپذیرفتن ایدئولوژی کمونیستی در شما اولا از تعلیمات خانگی و بعداً از آن کتاب‌های دسترسی که مطالعه می‌کردید شکل گرفته است، درست؟ البته تعلیمات خانگی از جمله تربیت و افکاری را که از پدر و مادرم خدا رحمتشان کنند می‌گرفتم در جای اول می‌ایستد و بعداً آن کتاب‌هایی که مطالعه می‌کردم بر اندیشه من اثر گذاشته است. نهایتاً من برای عکسگیری و پیوستن به عضو سازمان کمسومول نرفتم و در زمان ادای خدمت حربی کسی نمی‌دانست که من عضو سازمان کمونیستی جوانان نیستم. اصلاً کسی فکرش را نمی‌کرد که شخصی وجود داشته باشد که در این سازمان عضو نباشد. آنها فکر می‌کردند که مادام شما به ارتش پیوستید الکی عضو این سازمان هستید. ولی این طبیعی بود. بعد از یک سال یک مسئول کمسومول در بتالون ما که چچن بود و با ما علاقه خوبی داشتیم و من هم سرباز خوبی بودم و من گفت پس چند مدت مهلت خدمت من به آخر میرسد و من میروم، چه نظر داری که تو مسئول کمسومول در بتالون به جای من باشی؟ در جواب گفتم که نه، این امکان ندارد، زیرا من عضو این سازمان نیستم. من این سخن را به خاطر آن که او مسلمان و اهل چچن است گفتم و برایش توضیح دادم که من مسلمانم و عضو این سازمان نیستم. او با حیرت گفت که چگونه تو عضو کمسومول نیستی؟ آیا امکان دارد کسی در اتحاد شوروی و در این سن و سال تو عضو این سازمان نباشد؟ گفتم بله، من عضو نیستم. گفت الکی خیلی دیر شد، من الکی اسناد تو را به نهادهای بالایی فرستادم. امروز یا پگاه آن را تصدیق میکنند و پاسخ میآید. اکنون تو خاموش باش و به کسی از این قضیه نگو. چون مدت خدمت تو هم یک سال باقی مانده است و میروی و اگر کسی آگاه شود برایت مشکل ایجاد می شود. وربما اليوم أو غدا سيأتي التصديق، يأتي الأمر. اسكت، لا تقل لأحد عندك سنة باقي وهكذا. يعني ببینید شما این بود نظام اتحاد شوروی که یک نفر به مرتبه‌های عالی میرسید ولی به ایدئولوژی موجوده معتقد نیست. این همان نظام بیوروکراتی در همه جا. إلى درجة وهو لا يؤمن بهذه الأفكار. یعنی هذا بروکراتی فی کل مکان. فکر میکنم عیناً همین حالت در گورباچیوف رخ داد. یعنی همین که او دست به بازسازی پرسترویکا زد معنای آن را داشت که او به ایدئولوژی کمونیستی باور نداشت.
ببینید جناب دکتر، انقلاب از داخل حزب کمونیستی به وجود آمده بود. اون انقلاب نه از طرف لیبرال ها و نه از طرف اسلامی ها، بلکه از داخل خود همین حزب بود. منظورم این است که او عضو این حزب دانسته می شد ولی شاید به ایدئولوژی آنها قانع نشده بود. درست است. آیا شما مسئول این سازمان شدید؟ بله بله مدت 1 سال بله. مشکلاتی پیش نآمد؟ نه، هیچ مشکلی پیش نآمد. اصلا کسی نمیدونست که من رئیس این سازمان شدم ولی عضو حزب نیستم. این بود از شگفتی های اتحاد شوروی. در آن زمان چند سال داشتید؟ من 19 سال داشتم. این قبل از مرحله دانشگاهی بود؟ بله یعنی نظام در شما چنین بود که قبل از داخل شوی و دانشگاه اول به خدمت سربازی می رفتید؟ بله، قبل از دانشگاه چنین نظام بود. این تقریبا سال 1983 بود، یعنی همون سالهایی که اتحاد شوروی در افغانستان می جنگید. من اگرچه نه عضو حزب کمونیستی بودم و نه عضو سازمان جوانان، ولی اندیشه های وطن پرستی داشتم. در آغاز فکر می کردم جنگ در افغانستان بر ضد امریکا است. آیا شما شخصا در جنگ شرکت کردید؟ نه، من وقتی در خدمت سربازی بودم پرسیدن که کی میخواهد با خواهش خودش به جنگ به افغانستان برود. من در حال گفتم میروم و ثبت نام کردم. میخواستید در جنگ با خواهش خودتان شرکت کنید؟ بله، چون حس وطن پرستی داشتم. می اندیشیدم که من همچون یک ساکن اتحاد شوروی و تاجیک هستم و در افغانستان هزارها جوان تاجیک می جنگیدند و این واقعه به سال اول سربازی من راست آمده بود. یعنی اتحاد شوروی میگفت که جنگ در افغانستان این تفتیه امریکا بر ضد ایش است. آره، میگفتند اگر شوروی در این جنگ وارد نشود دوام 1 هفته و یا کمتر از آن امریکا وارد افغانستان خواهد شد. اما وقتی بعد از 1 سال بعضی از سربازان از افغانستان برگشتند و ما هم برخی آنها را در بیمارخانه ها و مکانهای دیگر واخوردیم، اصلی قضیه افغانستان را برایمان قصه میکردند که در آنجا چی میگذرد. بار اول حقیقت جنگ افغانستان را ما از زبان سربازان روس و مسلمانانی که در این جنگ شرکت کرده بودند شنیدیم. سمعنا الحقيقة الحرب الأفغاني من الضباط الروس وغير الروس مسلمين كذلك الذي كانوا في حرب في أفغانستان. در جنگ افغانستان در صف ارتش اتحاد شوروی مسلمانان زیاد شرکت کرده بودند. در آنجا حتی گردانها، بتالیون‌های مخصوص مسلمانان از جمله تاجیکان تأسیس داده شده بود. چون زبان تاجیکی و فارسی در افغانستان به هم خیلی شبیه‌اند و همدیگر را به خوبی می‌فهمیدند و تقریباً 80% مترجمان اتحاد شوروی در افغانستان تاجیکان تاجیکستان بودند. حتی بعدتر برخی از مقامداران والای ارتش شوروی در افغانستان که تاجیک بودند جزء حرکت ما گشتند. از جمله یکی از آنها استاد محمد علی حید است که حالا در زندان به سر میبرد و عمرباد محکوم شده است. او یکی از فرماندهان بزرگ ارتش اتحاد شوروی را در افغانستان بود و دوستی احمد شاه مسعود هم بود. باری او احمد شاه مسعود را از یک عملیاتی که باید بر ضدش در پنجشیر انجام میشد آگاه ساخته بود. با این کارش احمد شاه مسعود را از مرگ نجات داده است. حتی احمد شاه مسعود در یادداشت‌هایش این را نوشته است که یک فرمانده تاجیک به این نام او را از عملیات مذکور آگاه ساخته و جانش را نجات داده است. احمد شاه مسعود تاجیک بود؟ بله، او تاجیک بود. برهان الدین ربانی هم تاجیک بود و ما چون حقیقت جنگ افغانستان را از زبان سربازان و فرماندهان ارتش شوروی بار اول شنیدیم، در افکار اندیشه من تغییراتی به وجود آمد. بله، این حالت در سال دوم سربازی من بود. پس از این واقعه من نزد فرمانده ارتش رفتم و گفتم که من در جنگ افغانستان اشتراک نمی کنم و همینجا میمانم. برای نرفتن به جنگ علاقه ما راهها را پیدا کرده بودیم. این آغاز یک انقلاب فکری برای من بود، یعنی میانه های دهه 80 عصر گذشته و وقتی من از سربازی برگشتم که به سال اول حکومتداری گورباچوف راست می آمد. الثمانينات بعدما رجعت من الجيش هذا كانت أول سنة الحكم غورباتشوف يعني آخرهای دهه 80 بود.
بله. یعنی در این وقت الکی جنگ افغانستان به آخر رسیده بود. بله، ارتش شوروی از افغانستان برآمد و گورباچوف به سر قدرت آمده بود و برنامه‌های بازسازیش را آغاز کرده بود. نمیدانم شاید به من در این باره موافق هستید یا نه. شک نیست که ایالات متحده امریکا وارد شدن ایش را به افغانستان غنیمت شمارید و حتی آن را به جنگ امریکایی و روسی تبدیل داد. یعنی در یک مرحله وارد شوی امریکا به افغانستان به خاطر چشمان زیبای افغانها نبود، نه هرگز. بلکه خواستند ایش در برهان غرق شود و این عمل باعث ناتوانی این حکومت بگردد و در این نهایت به شکستش بیانجامد. رهبریت امریکا آن زمان و حتی تا کنون درباره این جنگ می نویسند. آنها هم همین را میگویند که یک جنگ سردی بود بر ضد اتحاد شوروی بود و همه این به نقشه اجرا شده بود. در حقیقت امریکا مجاهدان را در افغانستان کمک زیاد کرده است. اینجا نمیگوییم که این جنگ روبروی اتحاد شوروی با امریکا بود، ولی جنگ آنها جنگ نیابتی بود. جنگ نیابتی هم جنگ حقیقی است و پیامدها و نتیجه آن همان می شود که در جنگ های واقعی رخ می دهد. شفت كيف أخي العزيز هناك سؤال. ببینید برادر عزیز، اینجا یک سوال اصولی مطرح می شود که یعنی در تمام عالم اسلام و مخصوصا در منطقه ما اکثر مردم فکر میکنند که یک دولت کوچک باید و حتما تابع یک دولت بزرگ باشد، یعنی یا زیر اتحاد شوروی باشد و یا زیر امریکا، یعنی زیر سلطه چنین دولت باشد. ولی از نگاه فکری، فرهنگی، ارتش و اقتصاد باید دستنگری آن باشد. البته من به این اندیشه راضی نیستم، اگرچه این اندیشه راضی نبودن کمی رمانتیکی می‌نماید، ولی من بر این باورم که هر دولت و هر ملتی که نباشد میتواند مستقل باشد بدون اینکه پیرو یک دولت ابرقدرتی گردد. اما اغلب مردم چنین میاندیشند که نه، در این زمان ما تابع نشدن به یک کشور ابرقدرت امکان ندارد و جز انتخاب برادری بزرگ دیگر هیچ راهی نداریم. یعنی باید مشخص باشد البته که با کی هستی. اتفاقاً این اندیشه به تحلیل مردم درباره رویدادهای سیاسی تأثیر خود را رسانده است. اگر یک واقعه سیاسی در یک مکانی رخ بدهد، در حال باید طبقه بندی شود و باید موقع شما روشن باشد، یا با شرقی هستید و یا با غربی. بله، این اندیشه نه تنها در جزئی از ملت مسلمان تأثیر رسانده است، بلکه این اندیشه در مردم منطقه ما هم به کمونیستان و هم مسلمان و هم به لیبرال ها تأثیر رسانده است. این خیلی یک اندیشه عجیب است. شاید سبب این باشد که چون ما ملت کوچک هستیم و چنین می اندیشیم، ولی تجربه هم وجود دارد که ملت های کوچک در فضای مشکلی به مانند گرجی ها که الان مستقل هستند، با وجود آن که در یک منطقه سختی جایگیر است، ولی باز هم توانستند مستقل باشند. در این اواخر بعضی کشورها در این منطقه ما برای استقلالیت خود تلاش دارند، ولی باز هم بعضی مردم میگویند که نه، ما باید یا با چین یا با روسیه و یا با امریکا باشیم. ولی سوال اساسی همین است که اگر هیچ انتخابی بجز همراه بودن با برادر بزرگ را نداشته باشیم، پس کی بهتر است که همراه او باشیم؟ یعنی دیگر هیچ امکانی نیست جز اختیار نداشته باشیم. آیا چین را انتخاب میکنیم یا روسیه را یا امریکا را یا اروپا را؟ دولت‌های بزرگ در منطقه مثل ترکیه و ایران آن شجاعت را ندارند که به مردم منطقه بگویند که ما هستیم آن برادر بزرگ شما. در حقیقت آنها را این شجاعت نمیرسد، اگرچه بعضا تلاش میکنند، ولی در این رابطه امریکا و اکنون چین که کم کم در این باره میگویند و روسیه این شجاعت را دارند. شخصا من برای نظرم که اگر در باره تلاش رسیدن به استقلال همچون دولت و ملت ناکام شویم، باید کسی را انتخاب کنیم که برایمان یک آینده بهتری را دادنی میخواهد، نه از نگاه معیارهای ایدئولوژی، بلکه یک قدرتی باشد که برای ما آینده بهتری را ضمانت بدهد. تا حال من پاسخ دقیقی را ندارم که کدام دولت از این نگاه بهتر است. ملت ها باید خودشان در این باره فکر کنند.
این یک مشکلی و بحرانی است که همه در آن غوطه‌ور شده‌اند. دکتر محی‌الدین درباره مشکلی رهبری بزرگتر کیست و از کی پیروی کردن می گفتیم و شما این پرابلم را شرح داده فرمودید. برخی بر این نظرند که بجز پیروی از این یا آن ابرقدرت در حالت دو قطبی بودند و در زیر سلطه آنها قرار گرفتند دیگر چاره نداریم. اما واقعا امکان ندارد که برای یک ملت که بخواهد آزاد شود استقلال خود را به دست آورد و به پا خیزد مگر اینکه این وحشت را از خود دور سازد. چون ما را رهبرانمون چه از وفادارانی چپ باشند و چه راستگرا ما را به این برتر کشاندند. دلیلشان همیشه این بود که ما در یک فراغ زندگی نداریم و ما چاره نداریم بجز پیروی از نظام سوسیالیسم و یا لیبرالیسم، ولی هیچ یکی از این نظام ها برای ملت ها خیر و خوبی نآورده است. برعکس بجز مصیبت بالای مصیبت و فاجعه بالای فاجعه چیز دیگری نآوردند. آره، من پیشتر هم اشاره کردم که اگر در صورت نبودن هیچ راهی بجز انتخاب یک ابرقدرت آنی رو انتخاب میکنیم که داشتن یک آینده بهتری رو برای ما ضمانت بدهد. ولكن حتى الآن أنا مؤمن بأن شعوبنا ودولنا ولی تا کنون من بر این باورم که ملت ها و کشورهای ما می توانند مستقل باشند و حق اختیار اصولهای بنیادین فرهنگی و فکری خود را خودشان دارند. أصول الثقافية فكرية في مثلا هند هم استطاعوا برای مثال هندوستان آنها توانستند دولت خود را بسازند. آیا کسی می تواند بگوید که نظام این دولت سوسیالیستی یا لیبرالی است؟ نه، کسی چنین نمیگوید. تمام اندیشه ها در این کشور وجود دارد ولی مبنی بر فرهنگ هندی و ارزش های موجوده در این منطقه و این کشور. من هرگز نمیگویم که هندوستان نمونه یک کشور دموکراتی و حقوق و آزادی های انسانی است. نموذج للديمقراطية والحريات لا أبدا. آنجا مشکلاتی نیز وجود دارند ولی حداقل آنها تلاش دارند یک کشوری بسازند که مستقل باشد که تا اندازه کامیاب هم شدند و اینچنین من مطمئنم که کشورهای اسلامی نیز فرصت‌های زیادی برای چنین اقدامی دارند. یعنی وقتی کشور خارجی یا بخواهد کمک پیشنهاد کند و یا چیزی بسازد که به فایده باشد این کار را او از باب دلسوزی برایت انجام نمی‌دهد. او منافع خود را دارد. بله همین طور است. سیاست خصوصا سیاست بین المللی بر پایه منافع بنیاد یافته است. باکی نیست که اگر بین طرفها بر اساس تبادل منافع عمل صورت بگیرد ولی نه بر اساس طبیعیت و وابستگی. البته. خب برمیگردیم بر اصل موضوع یعنی سرگذشت شما. بله، برگشتن من از خدمت سربازی به زمانی روز اومد که در اتحاد شوروی و خصوصا حزب کمونیستی تغییرات به وجود آمده بود و من آن زمان 20 یا 21 سال عمر داشتم. این زمان آغاز تغییرات در اندیشه های من بود. اینجا یک چیز دیگر رو هم میخوام بگم که در سال دوم خدمت سربازی از برادرم که از من بزرگتر است طلب کردم بعضی کتاب‌های تقلیدی که در خانه داشتیم برایم بفرستد و او این کتاب‌ها را برایم در یک بسته مخصوص طریق پشته به گرجستان فرستاد. کتب اسلامی تقلیدی و من با این کتاب‌ها همراه گروهی از جوانان مسلمان که از ازبکستان، تاجیکستان و دولت‌های قوقاز بودند و آنجا ادای خدمت می‌کردند حلقه‌های درسی تشکیل کردم. الشباب الذي كانوا في الجيش من ابناء المسلمين أوزبكستان تاجيكستان يعني عملت لهم حلقة دراسية ويعني هذا كانت بداية العمل يعني كفريق بعيدا عن الافکار سیاسی. این آغاز یک عمل گروهی بود، البته دور از افکار سیاسی. من می‌اندیشیدم که این جوانان همه مسلمان زادند، حداقل نماز خود را باید بخوانند و روزه بدارند. آیا برای شما عبادت کردن آزاد بود؟ نه، هرگز این همش پنهانی بود. الضابط الذي أدرك هذا وفهم أن هناك حلقة سرية داخل الجيش هو كان ضابط مسلم أذربيجاني
اولین فرمانده که از این عملی ما پی برد و فهمید که در بین سربازان ارتش حلقه درسی پنهانی تشکیل شده است. او یک فرمانده مسلمانی آذربایجانی بود. او ما را بیشتر از روس‌ها آزار میداد. نسبش علیف بود، البته نه این علیف رئیس جمهوری این کشور. شباهت نام‌ها. بله، او که از دانشکده فنهای نظامی فارغ التحصیل شده بود ما را بسیار آزار میداد. او میخواست جدیت و شایستگی خود را ثابت سازد. بله، در اصل او را خود سربازان مسلمان از این کار آگاه ساخته بودند، چون آنها فکر کردند که او نیز مسلمان است. از این خاطر او را آگاه ساختند که ما گاه همراه همدیگر نماز میخوانیم. او پرسید است که تشکیل کننده این کار کی است؟ جوانان گفتند فلانی. پس از این او شروع و تفتیش و بازجویی کرد. همیشه کیسه ها و بین ورق ها را تفتیش میکرد و این واقعه هم به اولی سالهای بازسازی گربچه اوروس آمده بود که چندان بازجویی شدید نبود. به طور عموم می توانیم بگوییم که در این مدت اتحاد شوروی خیلی ضعیف شده بود. حتی قبل از آمدن گربچوف هم بعضی اشاره های پراکنده شوی آن مشاهده می شد. مثلا در یک مدت کوتاه برژنیو به سر قدرت آمد و پس از آن چرننکو و پس از آن اندروپوف و بعد از آنها گربچوف. یعنی در یک مدت کوتاه 3 رهبر اتحاد شوروی عوض شد که هر کدام با سیاست‌های نو می آمدند. مردم و بیوروکرات‌ها در سطح‌های پایانی محل‌ها نتوانستند خودشان را با سیاست مسکو مطابق سازند و ما از این فرصت استفاده می‌کردیم و بعد برگشت از خدمت سربازی وارد اولین حلقه فکری گشتم که برادر بزرگم شامل آن بود. این برادرم سالها پیش از من در این حلقه ها بود و من نمیدونستم، چون این حلقه ها پنهانی بودند و برادرم احساس کرده که وقتی آن رسیده است تا مرا در این حلقه های فکری همراه کند. با استادان شناس شدم و بار اول بود که با اندیشه های تازه شناس می شدم که این افکار با واسطه دانش آموزان عرب وارد منطقه ما شده بود و بار اول بود که می شنیدم بعضی کتابچه ها از افغانستان به دست برخی فرماندهان تاجیک وارد تاجیکستان می شوند و امکان پیدا شده بود که مردم می توانست رادیوی ایرانی را به زبان فارسی گوش کند. رادیو ممکن انسان يسمع رادیو ایرانی به لغت فارسی. یعنی این مجموعه از عامل‌هایی بود نسل ما جوانانی که از 18 تا 20 و 25 سال داشتیم سخت متاثر شده بودیم. نسل دوره بازسازی. بله، نسل دوره بازسازی. اون از مسکو به اندیشه‌های باز لیبرالی می آمد. یعنی حدود 5 یا 10 سال یک دوره فعالیت و نشاط بود. تمام اندیشه‌ها یکباره در این مدت مثل باران به سر ما ریخت. الافکار كله نزلت مره واحده. سبحان الله. گویا خداوند فضا را برای تجدید و تولد دوباره آماده می سازد. بله، اما در آن زمان ما مسلمان‌ها تشنه اندیشه های تازه حرکی فرهنگ اسلامی و زبان عربی بودیم. از سبب نبودن تعلیمات درست اسلامی ما بین شیعه و سنی فرقی نمی دیدیم. انقلاب اسلامی در ایران را ما انقلاب خودمان فکر می کردیم. آیت الله خمینی را رهبر مسلمانان می دونستیم. انقلاب آنها را انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی می دونستیم. مجاهدان افغانستان را نیز چنین بین تاجیک و پشتو، سیاف، حکمتیار، ربانی و احمدشاه مسعود فرقی نمی گذاشتیم. هر عربی که به تاجیکستان می آمد چون به زبان قرآن گفتگو می کرد او را از نبیرگان پیامبر صلی الله علیه و سلم می دانستیم. ما اصلا فکر نمی کردیم که عرب شاید کافر و مشرک و یا حتی ضد ما هم باشد. القرآن لغة عربية وما كنا نفكر أن عربي يكون كافر مشرك وضد النبي أبدا. يعني أحكي لك قصة كان عندي صديق. اینجا قصه ای رو میخواهم برایتان نقل کنم. من یک دوست سوریگی داشتم و بعدتر فهمیدم که او مسیحی بوده است. او در تاجیکستان در دانشکده مهندسی میخواند و یک قصه رو برایم نقل کرد که در زمان اتحاد شوروی باری همراه یک دوست یمنیش که او هم آنجا میخواند به یک آشخانه بزرگی در شهر دوشنبه وارد شدند. صاحب آشخانه فهمید است که آنها عرب و مسلمانند. او از دوست یمنیش پرسید است که شما عرب و مسلمانید؟ این یمنی در جواب گفته است بله. صاحب آشخانه باز پرسید است که آیا میتوانی از قرآن آیت بخوانی؟ این جوان یمنی هم چیزی از قرآن را تلاوت کرده است
این دوست مسیحی میگوید وقتی تلاوت کردن دوست یمنیش صاحب آشخانه و گریه در آمده است. پس از این به آنها گفته است که شما رایگان خوراک میخورید و اگر بتوانید هر روز بیایید آیاتی از قرآن تلاوت کنید و از حساب من خوراک برای شما رایگان است. میگوید ما که دانشجو بودیم این پیشنهاد برایمان غنیمت بود و هر روز این کار رو میکردیم و رایگان خوراک میخوردیم. پس از چند آن زمان آن جوان یمنی دانشگاهش رو به پایان رسانیده به کشورش برگشت، اما این دوست مسیحی سوریگی همینجا ماند. میگوید پس از رفتن دوستم هر باری که به آن آشخانه میرفتند چند بیتی از اشعار عربی میخواندم و آن مرد بیچاره با شنیدن بیتها گمان میکرد که من دارم آیات قرآن میخوانم. گریه میکرد و من باشم خوراکم را میخوردم و میرفتم. لا حول وأذهب وهو يعني لا يفرق بين یعنی این مرد بیچاره آیات قرآن از شعر عربی فرق نمی کند، تنها همین کفایه بود به زبان عربی میخواند. این بیانگر سطح دانش و فهمش مردم بود و همزمان اخلاص و محبت این مردم را به دین نشان میداد. یک قصه را به یادم آورده که با خود من رخ داده است. وقتی من سال 1976 برای تحصیل به دانشگاه سندرلند رفتم، همراه یک دانشجوی مالزیایی که از دوستانمان بود برای ادای نماز جمعه می رفتیم. یک جوانی با نام منیر که نصرانی فلسطینی بود از نزدمان گذشت. ما که یک دیگر را می شناختیم با هم سلام علیک کرد و او رفت. این مالزیایی پرسید که کجا می رود این مرد و چرا مسجد نمی آید؟ گفتم او نصرانی است. تعجب کرد. گفت این چگونه می شود؟ عرب مسیحی می شود؟ آیا شما نبیرگان صحابه ها نیستید؟ بیچاره برادران مالزیایی عرب را ندیده بودند. مليح هذول اخواننا الماليزيين ما شافوا العرب. نفس الشيء كان عندنا. عیناً همین چیز در ما هم بود. مردم تشنه اسلام و فرهنگ اسلامی بودند. فرقی بین عربی مسلمان و غیر مسلمان و یا بین شیعه و سنی، سلفی، تحریری و اخوانی رو نمیدونستند. تحریری. انا شخصيا اذكر يعني اول مره جاءت في اخر ايام اتحاد السوفيتي. شخصا خودم به یادم هست که در آخرهای زمان اتحاد شوروی بود، یک هیئتی از جماعت تبلیغ به یادم نیست از بنگلادش یا پاکستان اومده بودند و من آن زمان دانشجو بودم. آنها به مسجد آمدند و ما با آنها شناس شدیم. دیدیم که آدم‌های بسیار مهربانند و مردم را به اسلام دعوت میکنند. یکیش به من گفت باید که شما همراه من روید. و دعوت برآمدند. وانا لا اعرف شيء وقالوا لابد يعني بله برآمدند به دعوت و من چیزی نمیدونم. آنها به من گفتند که چگونه باید کنید و من یک هفته پره همراه آنها بودم. دیدم که انسان‌های بسیار خوش اخلاق و مهربانند، اما همان زمان درک کردم که این اسلوب سازگار برای دعوت نیست. بعد المره عندما كنت ادرس في موسكو في اكاديميه و بار دیگر زمانی که در مسکو در اکادمی دیپلماتی می‌خواندم و یک هیئت دیگری از تبلیغیان اونجا نیز رفتند و در مسجدی واخوردیم. ولی با همان روش وقتی آنها برای بیرون رفتن دعوت کنند، شخص نمیتواند بگوید که من همراه شما نمیروم، چون آنها خیلی انسان‌های با اخلاقند. باری همراهش برای دعوت برآمده بودم. در راه یک زن روس را واخوردیم که خیلی سر و سیمه بود و میگفت مرا ببخشید که من باید به کارم دیر نمانم. ولی این تبلیغی گفت کمی صبر کن و هدیه برایش داد. آن زمان با تعجب پرسید که مرد چی میخواهد؟ من وقتم تنگ است و باید به کارم روم. تبلیغی گفت و او بگو که کار برایش مهم است یا جنت. و من مجبور بودم با زن روس این را ترجمه کنم. بعد این حالت من با او گفتم برادر این روش مناسب در دعوت نیست. يعني بعدين بعد هذا القصه قلت يا اخي هذا الاسلوب این روش برای همه مناسب نیست. ولی گفتم اینجا مسکو است و مردم با سوادند. راستی اندیشه به یادم رسید، اگرچه کمی ما را از موضوع دور می سازد. آن چیزی که درباره جماعت تبلیغ خوانده ام، یعنی مؤسس این حرکت محمد الیاس خدا رحمتش کند، این جماعت را برای آن تأسیس داد که مسلمانان را در هندوستان به دین دعوت کنند، نه غیر مسلمانان را، چون او می ترسید که مسلمانان را اندیشه های هندوسی از بین می برد. در حقیقت مسلمانان در هندوستان داشتند کم کم از نگاه اخلاقی، فرهنگی و حتی دینی از هندویزم متأثر می شدند. او خواست
اینها را از این ورطه نجات بدهد. اما بعدتر مردم این روش را که برای نجات مسلمانان هندوستان مناسب بود در دعوت غیر مسلمان ها استفاده کردند. جناب دکتر، من با ذکر این قصه میخوام بگویم که در آن روزها بالای منطقه ما تمام افکار و اندیشه ها و مذهب و رویه ها یکباره فرو ریخت. اسلامی، غیر اسلامی، زردشتی. مبلغان اندیشه های زردشتی میگفتند تاجیکان قبل از اسلام زردشتی بودند. پس چرا به دین باباهای خود برنگردیم؟ آیا زردشتیان همان آتش پرستان هستند؟ بله، البته این نامگذاری ها غلطند، زیرا زردشتیان آتش را نمی پرستیدند. آتش نزد آنها یک رمز است، اما آتش و خاک از مقدسات آنها شناخته می شود. هوا این چنین. ولكن نار وكذلك شو اسمه الأرض تربة يعتبر من المقدسات يعني والهواء كذلك. آنها می‌خواستند شما را به دین باباهایتان برگردانند. منظورم که تمام اندیشه ها یکباره در ما به وجود آمد. به معنای دیگر ناگهان تمام محدودیت ها یکباره برداشته شدند. الاتحاد السوفيتي بشكل عام بعد 70 سنة من هذه بله، ملت تاجیک در عموم تمام ملت‌های اتحاد شوروی بعد از 70 سال کمونیستی متشدد تشنه قبول تمام نوع افکار دیگر غیر از اندیشه‌های کمونیستی بودند. حتی تبشیریان مسیحی نیز وارد شدند. البته به تمام انواعش، یعنی از کره جنوبی شروع کرده تا آمریکا و اروپا و روسیه. این بود فضای آن زمان. از این رو امروز در تاجیکستان اگرچه ما چندان زیاد نیستیم، همگی 10 میلیونیم که اکثر ملت را جوانان و کودکان تشکیل می‌دهند. اغلبیت الشعب هم الشباب والاطفال. تجد ان هناك شما آنجا افکار سلفی، اخوانی، تبلیغی، تحریری، حنفی، تکفیری از مسلمان‌های شیعه همه را پیدا می‌کنید. در ما قبلا تنها شیعه اسماعیلی بود که 4% اهالی را تشکیل می‌دادند. ولی حالا جوانان زیاد رفته در قم ایران تحصیل کردند و حتی مردمانی هم هستند که در خارج از تاجیکستان تحصیل نکردند ولی تحت تاثیر این اندیشه ها قرار گرفتند. مدرسه خارج تاجیکستان ولكن تأثروا بهذه الافكار. پیروی شیعه های 12 امامی شدند. بله، 12 امامی شدند، سلفی شدند و یا تکفیری شدند، در حالی که یک روزی هم از تاجیکستان بیرون نبرآمدند. و البته این تنوع اندیشه و رویه ها بعد از پاشخوری اتحاد شوروی رخ داد. اینجا میخواهم از آن کارهای تنظیمی پنهانی حلقه های فکری پرسم که برادرانتان شامل آن بود و بعدا شما هم با آن پیوستید. آن را اساساً دانشجویان عربی که آمده بودند آنها تأسیس دادند. به گمانم اندیشه های اصلاحات خواهی اسلامی به طور همیشه در منطقه وجود داشت. از بین نرفته بود. ولی گاه ضعیف بود. مثلا قبل از آمدن بولشویکان در بخارا، حالا فقط من کتاب‌های عالمان مثل احمد دانش، عبدالرؤوف فطرت و صدرالدین عینی را که از عالمان دوره آخر امارت بخارا پیش از آمدن بولشویکان، فطرت، صدرالدین عینی، هؤلاء من علماء البخارا آخر الأيام الأمارة البخارا وقبل سقوط البخارا قبل دخول البولشویکین فی بداية العشرينات. آغاز عصر 20 بودن میخوانم. پی میبرم که این اندیشه های اصلاحی اگرچه به اندیشه های اصلاحی محمد اقبال لاهوری، سید جمال الدین افغانی و یا حسن البنا شباهت زیاد ندارند، لیکن به آن اندیشه ها نزدیکند. از همه اساس سوال های مطرح شده در این کتاب ها هستند که میپرسند چرا ما مسلمانان در این وضعیت بد قرار داریم؟ چرا عقب مانده شدیم؟ چرا غرب و یا مسیحیان پیشرفت کردند؟ این سوال های مهمند، نه چیز دیگری. شيء آخر أجد نفس الأسئلة. بعض يرى في أسباب التخلف في الحكم الاستبدادي في پاسخ این سوال‌ها را در اندیشه‌های بعدی می‌بینیم که بعضی سبب عقب ماندگی مسلمانان را استبداد حاکمان بخارا می‌دانند و دلیل این که آنها منقیتی از سلاله چنگیزخان بودند. با وجود آن که زبان فارسی تاجیکی زبان علم، دین، فرهنگ و دولت بود، لیکن سلاله منقیتیان چنگیزی همیشه در بخارا و آسیای میانه حکمران بودند. وأكثر من 1000 سنة كانت منغيت أو بعد از سقوط دولت سامانیان که فارس بودند، تقریبا 1000 سال اخیر حاکمان منقیتیان و مغول‌ها بودند که حکومت‌هایشان استبدادی بود. از این رو برخی برای نظرند که سبب عقب ماندگی مسلمانان منطقه به این حاکمان ربط دارد
و بعضی بر اینند که روش‌های تعلیمات اسلامی خودش کهنه است و مشکل جدی دارد. لیکن بعضی کسانی بودند که در آن زمان با هندوستان، افغانستان و ایران سفر کردند و از جمله زیر تأثیر اندیشه‌های موجوده هندوستان قرار گرفتند. از جمله در کشور ما یک عالم مشهوری بود که خدا رحمتش کند، به نام محمد جان هندوستانی معروف بود. با وجود اینکه او در قوقن ازبکستان کنونی به دنیا آمده است، ولی معروف به مولوی هندوستانی است، زیرا او در هندوستان تحصیل کرده با یک اندیشه‌های اصلاحی تازه برگشت. متدولوژی بریتانیا و غربی در تعلیمات دینی هم تأثیر رسانده است. من همان اندیشه‌هایی را که در مولوی هندوستانی می‌بینم عیناً همانها را در محمد اقبال لاهوری، سید جمال الدین افغانی و می‌خوانم. این بیانگر آن است که اندیشه‌های اصلاحی از قبل هم وجود داشت. يدل على أن هذا الفكر الإصلاحي كان موجود از سرچشمه‌های گوناگون بله، از سرچشمه‌های گوناگون بعد از پاشخوری اتحاد شوروی ضربه سختی بر اسلام و اندیشه‌های اسلامی وارد کرده شد. ده‌ها هزار از عالمان کشته شدند و یا به درغه شدند، اما اندیشه همیشه از یک سر به یک سر دیگر انتقال می‌یافت. بله، اندیشه نمی‌میرد. بله، نمی‌میرد. وقتی انقلاب ایران رخ داد و جهاد افغانستان به وجود آمد والفتوحات گورباچوف وأفكار جديدة عن طريق طلاب العرب بازسازی گورباچوف نیز پیش آمد و اینچنین اندیشه‌های تازه توسط دانشجویان عرب وارد گردید. این اندیشه‌ها صاحبان خود را پیدا کردند. زمینی حاصلخیز را پیدا کردند. بله، دقیقاً اندیشه‌ها با وجود آنکه ضعیف بودند ولی وجود داشتند. دانشجویان عرب در قفقاز، مسکو، سنت پترزبورگ و تاشکند نسبت به تاجیکستان خیلی زیاد بودند. بطرسبورغ في تاشقند في ألماطة ولكن عدة قليلة في تاجيكستان. در تاجیکستان شماره‌شان خیلی کم بودند و این خاطر ما تقریباً همه آنها را می‌شناختیم، چون من در فاکولته زبان‌های شرق می‌خواندم و عرب‌ها را جستجو می‌کردم تا با آنها به عربی گفتگو کنیم. برای این خاطر همه آنها را می‌دانستیم. شمار آنها خیلی کم بود. با وجود این اندیشه اسلامی اصلاحی نسبت به دیگر منطقه‌ها بیشتر پهن گشت، زیرا قبلا زمینه‌های اندیشه‌های اصلاحی وجود داشت. آیا شما زبان عربی را در دانشگاه آموخته‌اید؟ من زبان عربی و علم صرف و نحو را آموختم. یادم هست که کتابچه خردی بود به نام مبدأ القراءه که آن قبل از آمدن بولشویکان نوشته شده بود. من واحد تتری في أيام روسيا قبل البولشويك. یعنی شما زبان عربی را خود آموزی کرده اید؟ نه، از برادرم که او در نزد استاد محمد شریف همت‌زاده میخوان آموختم. في هذه الحلقة الذي تحدثت عنه سابقا در همان حلقه هایی که قبلا در باره‌اش گفتم، آنجا تنها اندیشه های اصلاحی نبود بلکه زبان عربی نیز آموزش داده میشد. این حلقه ها را ما درس های حجرگی می نامیم، چون این حلقه های درسی همیشه در داخل خانه ها بود. کلمه حجره در زبان شما هم هست؟ بله، این در ما به معنای مهمانخانه است. در آن لا يدخل فيه النساء والا ضيوف و رجال. زنها وارد نمی شدند، تنها مهمانان و مردان. از این رو زنها نمی دونستند که مهمانان کیا هستند و در آن حجره ها چی درس می خوانند. نظام درس های حجرگی خیلی ادامه کرده بود که حتی اتحاد شوروی از آنها خبردار نبود. لا ما كان يعرف عنها هيك حاجه فياتي و يعني درس اللغه العربيه. خیلی عجیب است. یعنی این حلقه های درسی تنها برای آموزشی اندیشه نبود، بلکه زبان عربی نیز تدریس میشد و آن کسی که از آنجا فارغ تحصیل میشد زبان عربی را خوب یاد میگرفت. آنهایی که از این حلقه ها فارغ می شدند به عربی می خواندند و با زبان عربی گفتگو می کردند، ولی از لهجه های مصری و یمنی و غیره چیزی نمی دونستند. ما در این باره قصه های جالبی هم داریم. برای آن که از موضوع دور نرویم، من در خانه زبان عربی آموختم و بعد در دانشگاه با فاکولته شرق شناسی داخل شدم. من چرا محض زبان عربی را انتخاب نمودم؟ چون در زمان اتحاد شوروی فاکولته شرق شناسی فرصت یگانه بود برای کسانی که می‌خواستند به طور رسمی زبان عربی را بیاموزند و حکومت هم آنها را برای این کار مجازات نمی‌کرد. وحیده لکی ای واحد یدرس عربی رسمیا و لا يعاقبه الحکومه. یعنی اگر شما این کار را نمی‌کردید، به شما میگفتند که چگونه زبان عربی را از خود کرده اید.
ولی برای همین من زبان عربی را در دانشگاه خواندم. الناس الذي يرغبون في تعلم اللغة العربية أما هناك كان كذلك این برای کسانی بود که می‌خواستند زبان عربی را بیاموزند، اما کسانی هم بودند که زبان عربی را برای دیگر مقصد می‌آموختند، زیرا مناسبت‌های شوروی با کشورهای عربی خیلی قوی بود، با مصر، سوریه و غیره. یعنی به ترجمان ها نیاز داشتند. ولی این نیز یک فرصتی بود که شخصی زبان عربی می‌خواند می‌توانست همچون ترجمان در کشورهای عربی رفته کار کند و معاش بلند گیرد و پس از 5 یا 10 سال برگشته یک زندگی خوبی بر رفاهی بسازد. حياة يعني مستوى جيد لأن راتب في اتحاد الشفات كان چون در اتحاد شوروی معاش چندان بلند نبود. این دو گروه برای داخل شدن در فاکولته شرق‌شناسی قسم زبان عربی تلاش می‌کردند و من هم به این فاکولته شامل شدم. هر سال در این فاکولته تنها 25 نفر می‌خواندند. تمام. كنا يعني كل سنة يدرس في هذه الكلية 25 نفر فقط. آموزش در دانشگاه چند سال بود؟ 5 سال بود. 5 سنوات وأنا في آخر سنة من هذه الجامعة ذهبت إلى اليمن. من در سال آخر دانشجوییم به یمن رفتم چون مسکو و خود گرباچوف برای دانشجویانی که در دانشگاه عالی می‌خواندند برای خواندن در خارج کوتا جدا می‌کردند. من موسكو من غرباتشوف نفسه للطلاب الذي عندهم مستوى عالي في الجامعات. یعنی برای این که یک کشور عربی بروید تا سطح گفتگویتان با زبان عربی خوب شود. بله، در آن زمان دوشنبه با صنعای یمن برادر شهر اعلان شده بود. هر سال 5 دانشجوی یمنی به مدت 1 و یا 2 سال به دوشنبه می آمدند و 5 دانشجوی تاجیک به صنعا برای تحصیل می رفتند و من از جمله آن دانشجویان بودم که به صنعا رفتم. چند مدت در یمن بودید؟ سنة ونصف. 1.5 سال من در یمن بودم. اتحاد شوروی از بین رفت. با شناسنامه شوروی سفر کردم و وقتی برگشتم از دولت خبری نبود. کلاً عوض شده بود. این موضوع صحبتی بعد ما خواهد بود که به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.